سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. بریم به سراغ اولین پادشاهی در شاهنامه فردوسی، پادشاهی کیومرث حکیم. فردوسی داستان کیومرث رو اینطوری شروع میکنه که در جهان اولین کسی که راه و رسم پادشاهی تاج و تخت و فرمانروایی رو بنیان نهاد، فردی بود به اسم کیومرث و شد اولین پادشاه جهان. کیومرث پادشاهی رو بر سر گذاشت و شد اولین پادشاه جهان. قلمروی هم در اختیار داشت و مردمی که در این سرزمین زندگی می‌کردند از این قضیه بسیار خوشحال و شاد شده بودند. کیومرث لباسی از پوست پلنگ بر تن داشت و در ابتدا در کوهستان‌ها زندگی می‌کرد. مردم هم زیر سایه پادشاهی کیومرث به خداوند یکتا ایمان آوردند و کیش و آیینی برای خودشان انتخاب کردند. تمامی مردمان اون سرزمین زندگی خوب و شادی داشتند. کیومرث فرزندی داشت به اسم سیامک. سیامک هم فرزند خردمندی بود. چهره خیلی زیبایی هم داشت و بسیار هم رابطه خوبی با پدرش برقرار کرده بود. سیامک قرار بود جانشین پادشاهی پدرش بشه و بعد از کیومرث بر تخت پادشاهی اون سرزمین جلوس کنه. اما در اون نواحی اهریمنی بدسیرت وجود داشت. کینه‌توز که به دنبال از بین بردن تاج و تخت کیومرث بود. به دنبال این بود که کیومرث رو کنار بزنه و پادشاه اون نواحی بشه. جوری که اصلاً نمیتونست جلوی خودش رو بگیره و با مردمان سرزمین خودش مدام در مورد این قضایا صحبت میکرد و همه فهمیده بودند که چه طینت بدی دارد. چه ذات بدی داره و به زودی به احتمال زیاد جنگی بین کیومرث و این اهریمن بدسیرت شکل خواهد گرفت. اهریمن فرزندی داشت بسیار درشت که شبیه گرگ بود. این فرزندم مثل پدرش فرد بدطینتی بود. در این دوران سروش بر کیومرث ظاهر میشه. سروش فرشته پیام‌آور بود و به شکل یک پری در میاد و لباسی از پلنگ هم بر تن دارد و به کیومرث میگه که اهریمنی وجود داره و این اهریمن به زودی به تاج و تخت تو دست درازی خواهد کرد و خودت رو باید برای یک نبرد آماده کنی. اهریمن هم سپاه قدرتمندی داشت و خودش رو قبلتر آماده یک جنگ تمام عیار کرده بود. فرد بسیار حسودی بود و نمیتونست قدرت کیومرث رو تحمل کنه. هم ازش کینه داشت و هم حسد بسیار زیادی در وجودش داشت. در این دوران سیامک سر میرسه، فرزند بزرگ کیومرث، و میگه که اگر پدرش اجازه بده یک سپاهی فراهم کنه و با این سپاه به نبرد اهریمن بره. سیامک سپاهش رو گرد میاره و میره و به نبرد اهریمن بدسیرت جنگی بینشون شکل میگیره و سپاه سیامک شکست میخوره. فرزند اهریمن هم به سمت سیامک حمله میکنه و سیامک رو به قتل میرسونه. بدنش رو تکه تکه میکنه و جگرش رو هم از تنش در میاره. کیومرث از مرگ پسرش بسیار غمگین میشه. تمامی سپاهیان و تمامی افرادی که در دربارش بودند شروع به گریه و زاری میکنند. لباس سیاه میپوشند و عزاداری میکنند برای مرگ جوان از دست رفته و این گریه و زاری و این ناراحتی ها 1 سال تموم ادامه پیدا میکنه تا اینکه مجددا سروش بر کیومرث ظاهر میشه و میگه چرا گریه و زاری میکنی؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ سپاهی فراهم کن، برو به جنگ این اهریمن و انتقام خون پسرت رو از اهریمن بگیر. سیامک یادگاری از خودش به جا گذاشته بود. فرزند پسری داشت به اسم هوشنگ که میشد نوه کیومرث. نوه کیومرث رفت به سمت پدر بزرگش و گفت اگر پدر بزرگ رخصت بده سپاهی جمع کنم و برم و انتقام پدرم رو از اهریمن بدسیرت بگیرم. پدر بزرگ هم اجازه داد و گفت میتونی بری و انتقام خون پدرت رو بگیری. سپاه بسیار قدرتمندی تشکیل داد و در سپاهش علاوه بر انسان‌ها پریان هم حضور داشتند و از احشام مختلف مثل پلنگ و شیر و همه اینها در سپاه هوشنگ قرار داشتند. با سپاه قدرتمند خودش
به جنگ با اهریمن بدسیرت رفت و تونست شکست بسیار سنگینی بر اهریمن وارد کنه. اهریمن رو هم در بند اسارت گرفت و بعد هم برای انتقام سر اهریمن را از تنش جدا کرد و تمامی اون نواحی اومد زیر پرچم قدرت کیومرث. کیومرث را روزگار پس از این انتقام گیری به سر آمد برفت و جهان را از خود به میراث نهاد و راه سود بردن و بهره گرفتن از زندگانی را به دیگران آموخت، اما خود از مایه خویش خورد و آن را به پایان رسانید. آری، جهان سراسر افسانه است. بد یا خوب بر هیچ کس وفا نمی کند و با هیچ کس نمی ماند. این بود اولین داستان شاهنامه. برای شنیدن داستان‌های بیشتر میتونید کانالم سابسکرایب کنید.